الو، سلام. درست گرفتم؟ زندانه؟ بله آقا، درست گرفتی. بفرمایید. میخواستم با زندانی صحبت کنم. اینجا فقط یه زندانی داریم، اونم اسمش ایرانه و ممنوع الملاقات و ممنوع المکالمه است. یعنی نمیتونم باهاش حرف بزنم؟ من فرزندشم. نه، گفتم که نمیشه، اصرار نکن. میشه بهش یه پیغامی بدین؟ بفرمایید. بگین بهش که تنها نیست. من و بقیه فرزنداش داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که آزادش کنیم. بگید ناامید نشه، چیزی نمونده. بگم کی این پیغامو داده؟ کدوم فرزندش؟ بگین اونی که زندانی در تبعیده و بقیه فرزندان داخل و خارجش. تماس شما قطع شده است، اما امیدتان پایدار.